یه صبح کیریه دیگه. ساله داداش چه خبر؟ How might I be of service, sir? داداشمی به مولا. امروز چی اختی مادر جان؟ Do you fear I will cook in your home as I brewed as a wife? نه او خاطره بیادم نمیده. بانو من دارم میرم. خب به انم یو کن بیشور اینم از زن گرفتنه بود. میدونستم باید تیریسا انتخاب میکردم. و اولی میریم به این برهوت اینجا ببینیم اینجا چه خبره. مهتی آروم برو مهتی. یا اول فهز واقعا کسافت ها رو نگاه آخه گلهی میریسن از سر ملت. نکن تو رو جان جدت. اوه لونه داری نابودت میکنم. کرم دارم. خداحافظ. جون چه چیزا اینها. برم لوت کنم. بریم بعدی. برای دومی میایم اینجا. خب اینجا ببینیم چی داریم. دهن تو سرویس. چرا من باید برم اون زیر؟ درود راوی هستم. خیلی وقت منو ندیدین ولی خب نگاه کن دوست من، وقتی که فلش رو به پایین داره یعنی یا باید بری طبقه پایین یا باید بری زیر زمین. با تشکر. نمیخوام برم اون زیر. باید برم با اون مردی که انتر سر و کله بزنم. نمیخوام. یه چیز جالب نشونتون بدم. الان مهتی اینجاست. خب این مهتی. الان حالا ببینید چی میشه. یهو از اونجا پیداش میشه. تلپورت میکنه. دومین برهوت لونه است که چقدرم توش. یا اول پس باشه کسافت. چرا من از این استفاده میکنم؟ نه ناموسم بگو چرا من از این استفاده کردم. بمیر دیگه. یا از زیر میاد بیرون. بمیر چرا 3 تا شدین؟ 2 تا بودین که. نگاه باز الان 2 تا نه. نگاه کسافت از پشت میاد. بمیر. خب چرا اینجا اینقدر ساکته؟ یا اول فصل نگاه کسافت ها رو به خدا. جای تنگ منو گیر انداختن. بمیر. باید برم توش. ای خدا. اتفاق خیلی بدی افتاد. برمیشه. بمیر. یا اول فصل واقعا دوست داری بدونی؟ همینقدر. یکی دیگه هم هست طبقه پایینه. ای داده بیدار جمجمه. حس میدونستم الان بیاد. همچنان رو به جلو. اینجا یه مقدار ترسناکه. باس احساس میکنم. نه باسه. این که باس نیست ولی باسه میاد. این منطقه باس فایته. شرط میاندم. یعنی ناموسم فقط لونه برای لونه شو این همه منو کشوندی اینجا. فقط یه آدم باید عوضی باشه. ولی لوتات خوبه انصافا. دروغ نمیگم. 2 ساعت برگردیم. برهوت سوم. هجوم به تاپستان. چرا من هر جا میرم از شماها میبینم آخر. یه گرگی، یه بیپدری، یه بیشعوری، یه چیزی. بابا جیبن که شما انترا که نمیشین که. ای بابا. برهوت 4.
حاجی ویو رو چرا ویچر رو دوست داری؟ جواب من. حاجی شبای ویچر هم بد شبایی. نه نمیخوام. نه من سایت کوست نمیخوام دیگه. برهوت بعدی. یا ابوالفضل اینا که چی تو؟ هرچه که من میدونم چی ولی بقیه نمیدونم چی. بمید یه بیخ گوش من از اینا رشد کرده. خاک تو سر من انصافا. بمیر خوشه مرد باشه اینو مرد بزن. باری کلا خود یا اول این هم که لونته. چرا لونت دیست تخماته دیگه. بلی لوت برهوت بعدی چه آسیاب گشنگی. اینا گندمه برنجه. خداحافظ. وای شماها که دیگه وای هزار پای. بمیر نقطه ضعف شما انترا چی بود یادم نیست. بابانی مهم نیست. باشه بیا حالا مردشی بیا بفهم. میتونی بیا بفهم. خوش کجا؟ سلام. آخ بعدی. اوه بس که قرار نبود از زیر بیایی که نامرد رو نگاه. چی شده؟ نمیتونی بزنی؟ برهوت بعدی. رفتم لای گوسفندا. خاک تو سرم. اینجام لونه است. لونه گرگه. لونه گرگاست یا چقدر زیادین بابا. لعنتی ها رو نگاه. روزه نکش. کسافت رو نگاه. خفه. فکر کنم او زیرم هیچی هست. بله ماشالله چیزهایی درونش. گرگن. فکر کردم چی هست اینا گرگن. او بریم نامشی بابا بیشورات. 1 2 3 4 5 6 7 بعدی نیست. تو هم داره مگه اینجا؟ ای شانس. این باسه. این خودشه. این یا اول فصل داداش بهم رحم کن. من الان هیچی ندارم باور کن. داداش ما با هم رفیقیم دیگه. من نه واقعا گفت ده اصافه. شنیدی خودت رو دفعه. آرام نکن. من نمیرم اینجا. من سیو ندارم حواست باشه. بمیر. آفرین. آرام باش دوست من. ما با هم دشمنی نداریم. تو حیولای من شکارچیت فقط. آروم کوچولوی دوست داشتنی. بمیر دیگه. حسلم سرف. وای گو خورم. نمیر راحت باش اصلا. به زندگی تان ادامه دهید. خوش آفرین. گرگینه کشتم پشمام.
مأموریت به اتمام رسید. برمیگردیم. سال خسته نباشی. من میرم بخوابم. خب رفقا مرسی از این که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. اگه خوشتون اومد لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. لینک دونیت هم توی دیسکریپشن هست. مرسی از این که این ویدیو رو دیدید. تا درودی دیگر، بدرود.